دکتر در مورد سردردها مثلا طرف چجوری میتونه تشخیص بده که این سردردش یک سردرد معمولیه یا یک توموری توی مغزشه؟ کسایی که سردردهای مکرر دارن اگه طرح سردردشون عوض شده، میگه من چند سال سردرد دارم، ولی نکته جالبش اینه که میگه الان عوض شده، با قبل فرق کرده، زمانی که سردرد پیدا میکردم با این فرق کرده و افزایش یابنده هم هست، یعنی درجه درد من هر بار داره بیشتر میشه. اینو حتما نیاز به پیگیری داره. سردردهایی که ادامه دار میشن، روند افزایش یابنده دارن، ممکنه با علائم دیگه غیر از سردرد همراه باشن، مثلا افتادگی پلک، مثل لمس شدن قسمتی از بدن، یا تکلم دچار مشکل بشه، حس و حرکت قسمتی از بدن دچار مشکل بشه. اینا حتما نیاز به توجه دارن. غیر از اون سردرد ممکنه منشأی داشته باشه که نیاز به اقدام حاد و اورژانسی است. ببینید بیماری که در اثر تومور دچار سردرد میشه، این به نظر ما اورژانس نیست، ولی اون سردردهایی که 24 ساعت تأخیر موجب عوارض میشه خیلی مهمتره. چه سردردهایی که منشأش از یک زایه خونریزی دهنده توی مغز منشأ میگیره، باید در کمتر از چند ساعت درمان بشه. هم این علت پیشرونده است، یعنی زایه خونریزی دهنده بلافاصله بزرگ میشه و چون فضا محدوده، توسط استخوان پیش محدود شده است، جایی نداره که خودش قرار بده، پس فشار میاره روی عناصر حیاتی. دو سمت طیف رو نگاه کنید، یک سردرد خیلی ساده با یک سردردی که اینقدر مهمه. اینا حتما نیاز به پیگیری داره. بسیار عالی، ممنونم دکتر. خواهش